خیلی ازم دوره. ببین دوره ازم. نه دوره ازم. سنگ کاغذ قیچی میکنیم، هر کی نزدیک‌تر بود میره. بیا سنگ کاغذ قیچی کن. بیا بابا بیا. این سنگه، این قیچیه، اینم کاغذ. اگه این تو کاغذ بیاری اون قیچی اون برنده میشه، اون میبره. هر کدوم دوست داشتی حالا بیارم خودم انتخاب میکنیم کی برده. بیا سنگ کاغذ قیچی. خب تو بردی یکیچ. قیچی سنگ قیچیو میشکنه دیگه. یک بابا. سنگ کاغذ قیچی. یک. تا میگم قیچی باید بیاری. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. ای بابا دو بابا. سنگ کاغذ قیچی. مطمئنی بلد نبودی؟ آره بابا. نه سبو شکسته مسته تو رو قرآن نکن. تو گرون قیمتی که کنن انقدرش مونده. وای تو پول داری یه جو میزنی میخری تو صورتشه. خال لباسیه قشنگ. نمیخوای؟ استفاده میکنی؟ حالا تو میره آقای عزتی. رفته بنجل ترین چیزی که میتونست تو بازار پیدا کنه 90,000 تومن پول دادن. بله میخواد آنواکسش کنه. روژین ببین چقدر دسته بندیشی لاک شده دیگه. من نگی بونجولا کرم خره گاوه. ببین این آب رسانی میکنه پوستو از شیر گاوه. خر درش بردار. واو ببین سیاهی میایی میره. به مال به دستم بچه ها ببینم رنگشو. شما هم بخور. فکر کنم این آب رسانه سفید کننده نیست. سفید کننده است رو اصلا که بگم. این پسر روزا خاک تو سرشون زیر رنگ کرده تو نکرده. تخریب زده هستن. نه بعد خرید زیاد بوده که کیسه پر شده و ببینم مجرم نه اینو بزنیم. برو. آقا بیمش تازه تموم شد. سلیقه ها خرید کردن از مصافنی. ببین یه چیزایی خریدم. الان میرم خونه. میخوام کل این کیسه ای که میبینید رو براتون آنباکس کنم. اینقدر خوشحالیم دوتایی که بگم چی خریدم. نه حالا مامانم 2 دقیقه گوشتم. ما راهروی شما رو فقط یادم بود که اون ورش پارکینگ بود. ای وسط رو گشتم پیداتون نکردیم. وقتی این ککا من کار می‌کنی زشت ترم میشی. خیلی هم خوب زدنیش سوشی بزن تو وای به به. ساندویچ منی؟ نه اینا اسنکه. ساندویچ منه. برای گوشت خانه اومدیم اینجا غذاشو خورده میگه من سیر شدم گوشت دیگه نمیخوام. الان نمیخوام بخوریم گوشت. غذاتون میبرم که التماس کنید گوش بدید. رفت عقب. طرف خورده. آخه اینا بچه ها این انگار داری انبه میخوری. انقدر مزه انبهش زیاد بود. چه مارکی بود؟
بودی؟ حنا داره خسته نباشی. خسته نباشی. چقدر مظلوم بود. چی شده؟ نمیتونن لحجه‌مو درست کنم برن داروخونه. بگو سلام. 10 تا گاز استریل میشه. نه درست بگو. صاف ببخشید کن. میشه 10 تا گاز. بیا بشی خودم میرم. بخشیدانه به قرآن مجید واسه نمیتونم فر نمیشه. بر نمیگرده. پارسال نده تو دقیقا این نمیتونی بیار بابا چی دستیره بگیر. ماشینی که ببین. وای وای قلبم وایساد.